به کانال فامیل عسکری خوش آمدین. لایک و سابسکرایب زنگوله را حتما بزنین، یاد شما نره دوستان. سلام دوستان، خوش آمدید. من باید برم که بوسم برم. خداحافظ. مغزه بود. سلام علیکم. آره دیگه من باید برم. خواه دیگه خداحافظ. دیگه فار علی یاسر میزنه دیگه نه؟ خواه برو مواظب باش. سلام دوستان عزیز، با کامل ما خوش آمدین. جامعه شما کلی شما خوب باشه و امروز میخوام مامان ما پخته کنم برنج خود ماهی. خب با ما همراه باشیم که چی و چی مندازم. خب با ما همراه باشیم. دیگه نشان با شما میدم. لایک کنه، خود سبسکرایب کنه، زنگوله رو بزنین، یاد شما نره. خدا. خب دوستان حال روغن مندازم. بعد از این کمی آتیش روشن کم زیاد میکنم. بعد یک چند دقیقه بعدش یک ماهی مندازم. شده دیگه نه؟ انداخته یکی مایه کم سرخ میکنم. خال دارم اندازم، سرخ میکنم. این بعد از اینکه سرخ شد و میخوایم برنجال بازتم بدیم. مایه رو عوض سرخ کنم، درست کنم. بعد از این برنج منتظر میشم که مایه ما سرخ شد. دوستان عزیز سلام منم پذیرا باشین. دوستان عزیز کل امیدوارم که هر جا هستین خوب و سالم و تندرست باشه. امروز گفتیم با شکل ماهی درست کنیم خود برنج. بعد از وقتا دیگه میخوایم یک
قطع مایی درست کنیم دیگه. ببینیم چی میشه. مایه این خیلی شلو، لاکس خیلی یک رقم شلو نمیشه قشنگ چه قرمه کنیم. دوباره کم اول کمک سرخ کنیم بعد چه قرمه کنیم. خب دوستان عزیز با ما همراه باشیم دیگه. تمام مایه سرخ شد؟ نه خواهی میخوایم پیازار بندازه و همراه باشیم که پیازار بندازه. پیاز خیلی گشنیز و سیر. پیاز و سیر گشنیز با هم میکس کردیم. همین سرخ کنیم. میخوایم یک غذای بندری درست کنیم. خوشمزه غذایش. اگه شما دوستان میخواین خودنمی پخته کن این هم خوشمزه. تو مایی خیلی دوست داری الیاسه؟ غذای مورد علاقه چیه؟ مایی برنج. بلندتر بگو. مایی برنج، سبزی، پیاز و سبزیجات. باز منی دیگه دی تمر مایی. تمر مایی میگه تمر ایزی میگه. حتی یک چیز میگه. سبزی سرخ شده حاله. نمک دریایی. بس آبتون میکنم.
دیگه میمانیم که به روغن بیاید. مایه ما آماده شه. مایی دیگه با ما همراه باشین دوستان عزیز تا این مایه پخته شه. بعد برنج پخته میکنیم دم میدیم. با یاد شما نره لایک کنه سابسکرایب کنه و زنگوله رو بزنه. چیکار میکنی علی یاسر؟ ما دوازی درست میکنم غذا رو میمون که پخته شیم ولی کم گوشته شدم. بلندتر حرف بزن خون من نمیشنوم. میخوام نان درست کنم مکرر که غذا تیم پخته شیم و نان میخوام کم درست کنم گوشته شده و با ما همراه باشه. با چخم نانه نانش گندم داره کنجد داره شکسته. خب دوستان عزیز با ما همراه باشین تا مایه آماده شه. ببینین چه رنگ باز یاسر تست میکنه. باز به شما میگم مزه شد نه؟ بسندش نخواهی؟ خوشمزه؟ خانوش جان بله آوجوش دامه او جوش آمده؟ نه آوجوش آمده. میخوایم برنجال بندازیم؟ میخوایم برنجال بندازیم. نه داره جوش میخوره. نه برنجال سیکا اینا برنج سفید هم. خب اینا ماهی ما درست شدن. گربه ماهی نه چه خندی و با ما همراه باشین. خب میخوای برنجال بندازم. برنج ما آماده شد. میره به دم دیگه. میمانیمش به دم که دم بگیره. یکم زیره اینا میزنیم. خیلی برنج ما دم گرفته. من جا میکنم دیگه. جای شما دوستا خالی. این دوستان برنج و ماهی ما درست شده. من میخوام ماهی بخورم. چیز ما خوشمزه که شما مثلا نخوام خوشمزه درست کنیم واقعا هم نشد. شده چندی که تو صدای تو غمگینم دلبر شیرینم همچه یه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم من ز هجران تو بیمارم بی خدا افکارم دردت بزانم وقتی مردم تو به دستت بکو تدفینم دلبر شیرینم
من ز هجران تو بیمارم بی خود افگارم. تابستانای سویدن خیلی خوب شد. زمستانش میشه جهنم. تابستان خیلی خوبه. برنجان چند شده؟ گوشت فروشیش تعطیل شده دیگه. بریم طرف میوه فروشی ببینم چی میوه داره. ببینم پرتقال نه انارش خوبش نیه. اینجا نسای کن کیلوی چند شده؟ مشکلم هفتاد کرو اسفناجش خوبش نیه. نه اونا نیه کیلویه نیه. او پاکت 200 گرمه چقدر اونش گرمه. گوشت فروشیش که بسته شده. واقعا چیه؟ نه خیم ای چیه؟ تنقل نه افغانی میوه خشک. افغانی هم که میوه خشک دیگه. میوه خشک برم حساب کنیم که تشکر دوستان عزیز که ویدیو رو نگاه کردین تا آخر و ما رو تحمل کردین. تشکر ازم میگی شما دوستان عزیز. لایک و سابسکرایب یاد شما نره. تا برنامه بعدی ولاگ بعدی خدا نگهدار شما.